اومدیم برای معرفی یه افکتی به اسم کن برن یا برنز افکت. حالا مطمئنا خیلی میتونم متفاوت بگم ولی اصلش کن برنز افکته که بهش پن اند زوم افکت هم میگن. این مختص یه کارگردانیه به اسم دوباره کن برنز افکت نداره، برای کن برنز که توی فیلماش خیلی استفاده کرده و دلیل نامگذاری این افکت هم همینه. حالا این افکت چیکار میکنه؟ این افکت میاد به تصاویر شما، تصاویر ثابت شما میاد حرکت میده که توی پریمیر بیشتر قراره باهاش آشنا بشیم. حالا افکت کن برنز رو امتحان کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اولین کاری که میکنیم عکسامون رو انتخاب میکنیم. حالا میتونه یه دونه عکس یا میتونه چند تا عکس باشه و اینکه اینا رو میاریم میندازیم اینجا و میزان تایمی که میخوایم عکسامون باشه فعلا روی یه دونه عکس امتحان بکنیم بعد تا بریم سر وقت بقیه عکس‌ها. این افکت ما چی کار میکنیم؟ ما میایم برای پوزیشن و اسکیل اینجا یه دونه کی فریم میذاریم. ببینید این کرسر آبیمون که نشانگر این حرکتی که چه اتفاقی میفته روی اولین نقطه است، یعنی روی 0 میایم 2 تا کی فریم میذاریم. یه کوچولو میایم جلوتر، مثلا میتونیم بیایم تا همین 2 ثانیه یا میتونیم بیایم توی 3 ثانیه. میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم یه ذره بزرگتر بشه و یه کوچولو جابجاتر اینجوری و خیلی اومدم از فریمم خارج شد. ببین چه اتفاقی میفته. میشه این و خب این خیلی جالبه به نظر من، یه افکت خیلی جالبیه. حالا من اینا رو آوردم تا 3 ثانیه. میتونم اینا رو اینجوری ببینید مستطیل بکشم، اینا رو بکشم اینجا تا 4 ثانیه. حالا چیکار میکنم؟ حالا میام عکس بعدی رو انتخاب میکنم. برای عکس بعدی میاد چه اتفاقی میفته؟ میاد این اتفاق میفته. اگه یه مقدار کوچیکش کنم مثلا بشه انقدر. حالا قرار شد بیایم اول فریممون و کلید یکی فریم واسه پوزیشن میذاریم، یکی فریم واسه اسکیل میذاریم. یک کوچولو میایم جلوتر، همشون تقریبا همون 5 ثانیه. میایم جلوتر میگیم بیا اینجا که اومدی. خب حالا یک کوچولو اسکیل من بزرگتر بشه و این تکون داده بشه و بیاد به کنار که بیشتر بیاد تمرکزمون روی این سایه گلی که هست. به طور مثال میبینین چه افکتیه؟ به این میگن به خاطر پن اند زوم، یعنی با دست با پن میاد این تکون داده میشه و اسکیل بزرگ میشه. دوباره بخوام میام اینجا اینو انتخاب میکنم و میارمش تا اینجا. میگم فاصله زمانی از نقطه اول تا نقطه دوم به عبارتی از نقطه A تا نقطه B بشه این. اسکیل من بزرگ بشه و پوزیشنش تغییر پیدا کنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک کنین و سابسکرایبش کنین، یعنی کانالمو سابسکرایب کنین. فعلا تا ویدیوی بعدی.